سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم فصل اول ریاضی که اولین قسمتش مربوط به الگوهاست با هم یاد بگیریم. بچه شما از کلاس اول با الگوها تو کتاب ریاضی آشنا شدید، اما تو کلاس ششم با یه الگوی خیلی مهم آشنا میشید به اسم الگوی افزایشی ثابت که بهش بچه الگوی حسابی هم گفته میشه. حالا به این شکل نگاه کنید. شکل اول من از چند تا دایره تشکیل شده؟ آفرین 4 تا. شکل دوم من 1 2 3 4 5 6 از 7 تا. شکل سوم من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 از 10 تا. خب اینجا شکل دوم من یه افزایشی داشته، یعنی چند تا بهش اضافه شده؟ به 4. آفرین 3 تا اضافه شده. دوباره به 7 3 تا اضافه شده. خب حالا از من شکل سیوم خواسته، گفته شما بگو شکل سیوم از چند تا دایره تشکیل شده. اگه من بخوام حساب کنم خیلی زمان میبره. بهترین راه حل وقتی از من شکل سیوم رو بخواد اینه که بیام از یک چی استفاده کنم بچه ها؟ از یک رابطه. شما سالهای قبل میومدین حساب میکردین، اما الان دیگه تو کلاس ششم باید از رابطه ها استفاده کنیم بچه ها. باید رابطه ها رو پیدا کنین با توجه به شماره شکل ها، تعداد دایره ها و افزایشی یا کاهشی که اونجا هستش توی شکل برقرار هست. وقتی که رابطه رو پیدا کنید شما خیلی راحت میتونین شکل سیوم که هیچی، شکل صدم، 200، هر شکلی رو که ازتون بخواد میتونین خیلی راحت با استفاده از اون رابطه به دست بیارین که از چه تعداد دایره، نمیدونم از چه تعداد شکل‌های تشکیل شده. خب اینجا در ابتدای کار ما متوجه میشیم که این الگوی من چیه بچه ها؟ افزایشیه. حالا این ثابت یعنی چی؟ یعنی این سه من تو هر شکل ثابته، یعنی از شکل سوم بخواد شکل چهارم به دست بیاد سه من ثابته، یعنی به 10 تا 3 تا اضافه میشه. پس ابتدای کار من یک عدد ثابت به دست آوردم. خب میام رابطه رو می نویسم. رابطه به این صورت بچه ها: شماره شکل ضرب در عدد ثابت من به اضافه منهای یک مقداری. خب ما چرا به اضافه منها گذاشتیم؟ چون بعضی از شکل ها کم میشن، بعضی از شکل ها افزایش پیدا میکنن، زیاد میشن. اینجا شکل من داره چی میشه بچه ها؟ آفرین زیاد میشه. پس اینجا شکل من افزایشیه. میام بچه ها برای این الگوی خودم میام این رابطه‌مو امتحان میکنم، ببینم رابطه‌ای که به دست آوردم آیا درست به دست آوردم یا نه. شماره شکل من چیه؟ آفرین 1 ضرب در عدد ثابت من 3. خب به اضافه منهای یک مقداری رو چجوری به دست میارم؟ به این صورت که 1 ضرب در 3 3. خب ما گفتیم افزایشیه، پس اینجا به اضافه میشه، به اضافه 1 3 تا 3 میشه دیگه بچه ها. حالا 3 من به اضافه چه عددی بشه؟ میشه 4. به اضافه 1 آفرین به اضافه 1 بشه میشه 4. پس اینجا رابطه من درسته. دوباره امتحان میکنم، شاید من اینو بچه شانسی به دست آورده باشم. برای همین شما هم به یک رابطه که رسیدین به یک شکل بچه اکتفا نکنید، دوباره امتحانش کنید. برای شکل دوم میگم 2 ضرب درش عدد ثابت من 3، 2 3 تا میشه 6 تا به اضافه 6 به اضافه چه عددی بشه؟ میشه 7. آفرین به اضافه 1 میشه 7. پس این رابطه من درست به دست اومد. اینجا من به این نتیجه میرسم بچه یک مقداری منم چیه بچه ها؟ مثل عدد ثابت من یک مقداری من ثابته. پس به اضافه 1 منم چیه بچه ها؟ ثابته. میام برای شکل سیوم.
از من شکل 30 خواسته دیگه. میام برای این به دست میارم. شماره شکل من چیه بچه ها؟ 30 ضرب داره عدد ثابت من 3. خب 3 تا 9 تا صفرم میذارم جلوش به اضافه یک مقداری منم که به اضافه یک دیگه چیه بچه ها؟ ثابته. به اضافه یک میشه 91. پس شکل 30 من از چند تا دایره تشکیل شده؟ از 91 دایره. خب بچه بهتون گفتم دیگه با این پیدا کردن این رابطه ها شکل 30 که هیچ، شکل 100، 200، 1000 هر شکلی رو که از من بخواد من میتونم به دست بیارم که از چند تا دایره تشکیل شده. خب بچه مبحث الگوها تموم شد. امیدوارم که خیلی قشنگ یاد گرفته باشین.